به نام خدا. سلام علیکم خدمت مخاطبای عزیزم، خیلی ارادت دارم. آقا یکی از دوستان مخاطبین یه پیشنهاد جالبی به من داد و به من گفتش که یه صحبت خیلی کوتاهی با مخاطبات داشته باش. خیلی از عزیزان دلشون میخواد یک سری سوالایی ازت بپرسن و مطالبی رو درباره‌اش بدونن. منم گفتم که این پیشنهاد جالبشون رو بهش جامعه عمل بپوشونم و در این ویدیو خدمتتون اعلام بکنم عزیزان، هر کس هر سوالی چه خصوصی چه عمومی درباره این حقیر داشته باشه در کامنت ها سوالای خودتون رو بپرسید، از گذشته، حال، فعالیت، هر چیزی که دلتون میخواد بدونید. فکر میکنم که اصلا گفتن خیلی از مسائل که تحت عنوان سوال هایی که شما عزیزان میپرسید اصلا جالب باشه که حتی اگه نپرسیدم باید بیام بیان بکنم، اما دلم میخواد که سوالی باشه که از طرف شما عزیزان مطرح میشه و من هم پاسخگوش باشم. پس منتظر کامنت های قشنگ شما عزیزان هستم. هر سوالی که به ذهنتون میاد بپرسید و انشالله یا در کامنت ها، ولی فکر میکنم که یه برنامه دیگه بسازیم و دونه دونه کامنت ها رو توی برنامه دیگه سعی می‌کنیم خیلی کوتاه و سریع پاسخ همه سوالای عزیزان رو انشالله بتونیم بدیم. همتون رو به ایزد ایران زمین می‌سپارم. یا حسین، خدا نگهدار.